سلام خدمت همراهان همیشگی الماس کابین دوش. تو مجموعه رستوران یادبود هستیم. چند نمونه کار براشون اجرا کردیم که به نمایش میذارم. اولین کاری که برای این پروژه انجام دادیم براشون لامینت 2 لایه 6 میله با تاییدیه آتش نشانی که با پایه اسپیگات براشون اجرا کردیم. استحکام کار هم ملاحظه میکنید. این کار فضای تراستون رو کاملا زیبا میکنه و مشرفیت کامل داره به اطراف. اینجا چون عرض کار زیاد بود به صورت 2 تیکه براشون اجرا شده با همین لامینت 2 لایه 6 میل سفید و دودی. دومین کاری که توی مجموعه براشون طراحی و اجرا کردیم شیشه های سکوریت کشویی هستش به صورت دودی که فضای آشپزخونه و روف گاردن رو از هم جدا میکنه. کار بعدی که توی مجموعه براشون انجام دادیم درب ورودی رستورانه که به صورت اتومات براشون انجام شده. آخرین کاری که تو مجموعه طراحی و اجرا کردیم شیشه‌های لامینت 2 لایه 6 میله برای آسانسور تو ارتفاع 8 متر.